من فکر میکردم اگه تو دل و زندگی کسی بذر خوبی، عشق یا توجه رو بکاریم، یه روزی بالاخره شاخ و برگ و میوه میده و ما میتونیم نتیجهش رو ببینیم. ولی اشتباه من دقیقاً همینجا بود. بعضی وقتا مشکل از جاییه که شما بذرتون رو میکاریم. میدونین خاک بعضیا جوابگو نیست. شما هر کاری هم که بکنین بیفایده است. میگه درختی که تلخ است وی را سرشت، اگر برنشانی به باغ بهشت، ور از جوی خلدش به هنگام آب، به بیخنگبین ریزی و شهد ناب، سرانجام گوهر به کار آورد، همان میوه تلخ بار آورد. یعنی حتی اگه عسل هم بریزی پاش میوهش تلخه. فکر نکنید که چون میوهش تلخ بوده عسل بریزی پاش میوهش شیرین میشه.